کی تعریف کرده است؟ کجاست اما آدمی که همین ناس تعریف میکنه؟ حبیب خدا میگه کفا بالمرء اثما ان یضع من یقود. از روی گناه برای همون ناسکش میگوید بسنده است که حق کودکاش در ناسخری استفاده برد. اگر همون پولی که در ناسکشی و سیگارت کشی اگر ما صرفش کردیم این حق کودکا است، ما در روی گناه همینش میگد برای شما بسنده است. اگر ناس کشیدی طهارت کن، سیگارت هم کشیدی طهارت کن. این از روی تقوا هست، این از روی پرهیز است. زیرا حبیب خدا گفتن کسی پیاز میخورد، کسی سیر میخورد، کسی ترب میخورد، کسی پودینه میخورد با مسجد ما نیاید، زیرا بدن او بوی میکند، ملائکه ها از وجود او میگریزند. وقتی ناس آیا بوی ندارد؟ همین ناس کو همین نزد یک دهن ناسکش، یک دهنش تماشا کنیم، باور که دهان ناسکش با دهان آدم مانند نیست، مانند نیست. نه دندان حلال است، نه گوشت حلال دارد. یک بار گفته بودیم، بعضی آدما گفتن بسیار خوش آمد به مردم، لیکن باز میگویم که آفرین به همون زنی که در پهلوی ناسکش خواب است. آفرین، باور کنید. انا مولانا میگه باید همون زن اگر فوکش بند خواب کنه درست است. میگه درست است.